سلام داملای خوش زبان حاجی میرزای محترم. بعد از سلام این که من یک مادر علم دیده، من دخترم را به شوهر دادم. بعد چند حادثه رخ داد که از حکم شرعی چنان بیرون است که حتی زبانم بر گفتن او نمی پیچد. خسور این دختر با اون نیتی بد می کرده است. پسرش از این اخلاق پدر درکدار شده مدت 4 سال است که برآمده به روسیه رفته است. بعد من به خانه دخترم رفتم، دیدم که خسور او را بوسه می کند. گفتم این چی واقع است؟ دخترم به من گفت که این نیتی بد است. برای همین شوهرم برآمده رفت و گفت که من دیگر از خصلت بد پدرم دیگر بر نمی گردم. من دخترم را گرفته به خانه‌ام آوردم. شما عالم شناخته در این موضوع چی میگوید که 4 سال هست که دخترم در خانه هست؟ شوهرش جوابش را نداده است. آیا حق دارد که به شوهر برآید؟ شما در این باره چیزی میگفتید؟ التماس در این باره جواب مفصل دهید که ثبت کسیتوی شود که ما یک گروه مخلصان شما از شهر دوشنبه، ما شکر خدا میکنیم که چنین پیشوا را خدا نصیب ما کرده است. ما همیشه ثبتهای شما را گوش میکنیم و از چندین راههای بد گشتیم. خدا عمر شما را دراز و علمتان را زیاده گرداند. خدا حافظ حاجی محترم. یعنی البته ما در این موضوع ها صحبت ها داشتیم. من چندین بار چی در باب ساتر، چی در باب خلوت کردن و چی در باب قبول مهمان از جانب زنهای ما و شما چندین بارها صحبت ها داشتیم. البته پیغمبر خدا به حکمت نگفتند. در حدیث های فراوان برای ما و شما خبر میدهند لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان، که این حدیث ترمذی است. هیچگاه زن همراه زن هیچگاه خلوت نکند یک مرد بیگانه، زیرا یقین داند که سیوم اونها شیطان است. هیچگاه باید که زن یعنی با مرد بیگانه، چگونه ای که امروز زنهای مردم ما و شما مبتلای این بلا هستند و عاقبت به این خیلی حالتهای ناخوب دوچار می شوند که دیگر افسوس میخوریم، دیگر هیچ فایده نمی کند. این پیغمبر خدا میگوید شما هیچگاه حق ندارید چی برادرش باشد، چی خیش و تبارش باشد، با زن در یک خانه تنها نشینند، زیرا که سیوم شما شیطان می شود. گفت پیغمبر و شیطان در هر یک رگ و خون شما بی نهایت تیز حرکت میکنند. بینید این حالتی که هست، باور کنین گفتی این مادر زبان انسان نمیپیچد. چه یک حالتی خیلی شرمندگی چی دنیا و چی آخرت است. از پشت چیز؟ از پشت آن است که خسر با کیلین شاید در یک خانه تنها ایستادگی باشند. بینید این حالتی که هست، باور کنین گفتی این مادر زبان انسان نمیپیچد. چه یک حالتی خیلی شرمندگی چی دنیا و چی آخرت است. از پشت چیز؟ از پشت آن است که خسر با کیلین شاید در یک خانه تنها ایستادگی باشند و این حالت در او پیدا شده باشد. بسیار احتیاط کنید جوانای عزیز و پدرای مهربان. زن ما و شما حقوق ندارد رفیق ما و شما را مهمانی کند. حقوق ندارد که وی مرحمت گفته و به خانه درآرد همراه او نشیند. حتی در یک حدیث پیغمبر خدا گفتم ایاکم و الدخول علی النساء، مردم گفت احتیاط کنید زنهایی که در خانه تنها باشند، شما در اون خانه ها وارد نشوید. چی گفتند در دوام صحابه ها؟ فقال رجل یا رسول الله ارأیت الحنو، بچه عمکش چی؟ بچه تقاش چی؟
همسینفاش چی؟ پیغمبر گفتن الحم والموت. اگر اینها گفت نزدیک شود، تصور کنید که این یک هلاکت است. با اینها گفت تیزتر باز حادثه برپا می شود. یعنی اون مرد بیگانه گفت از این ده گفت بیخوفتر است، زیرا که این زن شاید که جرأت نکند که پیش این مرد بیگانه در آید، لیکن وقتی بچه عمکش باشد، بچه تغاش باشد، همسینفش باشد، این زن با طریق اولاد در نزد او رفته می نشیند، با او هم صحبت می شود. برای همین اگر ما و شما ذره ناموس اسلامی داشته باشیم نگذاریم. این جایز نیست در اسلام. برای چی ما این سخنها را میگیم؟ این عاقبتش در ما و شما آمده رسیده ایستاده است. این فقط میتواند این مادر رفته در مفتیات مراجعت کند، یعنی اداره دادن فتوای طلاق است. این 4 ساله که این جوان به این همسرش نگاه و بین نکرده است، این در همون مفتیات اگر مراجعت کند، اون جوانها برای این خط طلاق میدهند که در این مدت وقتی که شوهر که اگر هیچ نگاه و بین از جانب او نشود، اونجا در فتوا در اونها حقوق دارند، می نویسند، در دستش می دهند. از روزی که وای می نویسد الک حکم طلاق واقع می شود. اون عده می پاید، 3 حیض کامل نگاه می کند، بعد اون می تواند که شوهر کند. این یگانه فقط همون جای حل کردنش فقط مفتیات.